عزیزان بیننده در کنار خود یکی از چاپاندازهای محبوب افغانستان را داریم، نجیب مختار، نامی که ورد زبان همه مردم افغانستان است. سلام. سلام، چلدن بخیر هستین؟ شکر سلامت باشین. نجیب جان، بازی امروز چگونه بود؟ والا بازی را خیلی خدمت ایمون کدا بیشتر دیدیسن. ما پلوانان این فکر ذکر مونده بس کاشی میشه و ما نمیفهم مردم سایلمی میفهمم. بسیار گساله خط کردی، چند تا خط کردی؟ والا یک دانه گرفتم. یک دانه گرفتی. یک دانه که تو هم میگیری در میدان رنگ بوی دیگر میگیره. والا توکل به خدا خیلی پلوانا کلی موزه میکنه کلی میره و دیگه 12 پلوان میره و دیگه هیچ وقت 12 بز نمیغلطنی. ها بدون شک. با تعداد پلوانو بیشتر امروز به خط رسید. او اونا هم یک 4 5 تا بچگای خودمون بودن دیگه خیلی بیچاره اسبم نداشتن. دیگه ما خودمون مراد کردیم. خیلی نمیره خیلی رفاقتی هم نکنیم نمیشه. یعنی رفاقت کردی؟ آره رفاقت کردیم ما. نجیب بعد از اینکه امروز برنده شدین حس چی بود؟ و خیلی برنده شدیم خیلی اگر واقعیت بگیم که بازیمون بازی هم نیست. به خدا خسته هستیم که یکم باف نمیخوریم. هر چی خیلی میکنیم باف نمیخوریم. در تیمایی که به قول بعضیا ضعیف هستن خسته شده در مقابل تیمای قوی قرار گرفته میشه. تیم زور به کار است. دمو وقت آدم زورش میزنه. در اینجا هر کس دمو فکرش چیزی در بزنست. در اونجا که قطعی زور که غلطی دید دموجا جالبی دمو زور خوب است. بسیار خوب. نجیب جان یک پیام داشته باشه برای هوادارانت بر تمام افغانستان که اونها خودت دوست دارن. خیلی دمی هر جا که دمی خارج هستند دمی داخل هستند در حق ما دعا کنم بیچاره. دق شما دعا کن تو دقشون دعا نمیکنی؟ ما دعا میکنیم آبشون سرد و نونشون گرم باشه در هر جا باشه. قربان سلامت باشی.